او را به چه حال آوردند؟ آقای نهاد، آقای نهاد، به خدایت، آقای نهاد. کی بودن این قاتل بلال رو میدونم گفتید، با من بگویید. سری امید رو شوهر شما نکشته است و شوهر شما تهمت کردند. شما چه ها میگویید آقای نهاد؟ اگر این گفته هایتون راست باشند؟ راست است آقای جلال، من که بودن قاتل بلال رو میدونم. میگویم که سلیمان بلال را کشت. یعنی آقای رافی پسر دادرش را کشته است؟ بله اپا، خودم دیدم. اگر این طور باشد بین من و آقای حامد دوای خونی دیگر نمیماند. همیده؟ بله نمیماند. حقیقت را به حامد میگویید؟ بله گفتنی بودم، اما رافع مرا دستگیر کرده در اینجا بس اپای زیلال و این شب مرا کشتنی است. خدایا تو را شکر میگویم، برادم نجات یافت. یعنی سربازان به سوی مرگ می آیند؟ بله برفین، باید یگان کاری کرد. طاهر، تو خودت تنها چی کار کرده می توانی؟ با کدام راه آمدن سربازان را می دونستیم رفته خبر می دادیم. لیکن ما نمیدونیم. سینان همه سربازان را نیست میکند. این دختر کیست؟ خواهرم. آقای عارف چی گپ است؟ مردم ده هم مسلح شده در میدان جمع شدند. سینان حال در کجاست؟ با آدمانش در درآمدگاه دیها برای دام گذاشتن جایی موافق میکوبند. طاهر در کجا؟ برفی نیست. اکرم خودش تنها چیکار میکند؟ امک عارف، به طاهر کمک کنید. خواهش میکنم امک عارف. همه با من گوش کنید. سینان مرا میجوید. من دکتری دیها یابی کنان نامم طاهر. سربازان شما رو محافظت میکنند. با همان زد و خورد نکنید. نترسید، نروید. بعد سلاحداران هممون رو نابود میکنند. اگر مبارزه بردن خواهید با سلاحداران مبارزه برید. دکتر زود گریز. سینان میآید، گریز. زود باش. شما باشه در اینجا بودن دکتر را به هیچ کس نگوید. میلش همه آمادن، کنی هم از پس من. آفرین، راه گردید، میرویم. با من بیایید. دکتر رفتند. برو زودتر را زودتر. اول رئیس دیها را یافته از او کمک باید پرسم. بیا.
بیا رفتم. تو در اینجا چیکار میکنی طاهر؟ همراه زینب و سینان میگریزیم. برفین هم در همین دیه از گفتند. خواطر نشو، همراه زینب است. خدا را شکر. زودتر مرا به نزد برفین بر. یلماز، سینان مردم دیه را جمع کرده به سربازانی که به اینجا میآیند دام میگذارد. چی؟ شماره سلاحداران زیاد از همه سربازان هلاک میشوند. خائنی بی‌ناموس. با من یوریدی. تو سلاح داری؟ نه، لیکن باید صدی راهشون شویم. ای برادر گوش کن، مرا کی آزاد میکنند؟ نمیدونم. یک کس به نزدتان آمده است. عجبا کی باشد؟ میاد؟ بخیر است برادر؟ چی گپ شد؟ این چی احوال است؟ آقای رفیع مرا به این احوال آوردند. برای چی؟ برای چی؟ برای چی حکم این کارو کردن؟ برای آن که قاتل بلال رو میدونم. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ کی بوده است؟ آقای حمید پسرتان بلال رو آقای رفیع پران. تو چی گفتی ابله؟ چی گفتی؟ کنی به من راستش رو گوی؟ به خدا راست است. خواهید باور کنید نخواهید باور نکنید. قسم میخورم با چشمان خودم دیدم آقای رفیع بلال رو پران. اینجا بیایید. برادرانی عزیز بیایید اینجا جمع شوید. انا همین خیل به من گوش کنید. یک چند نفرتان به بالای دو تپه میبرایید. دیگران باشند در درآمدگاهی ده هم ایستند. وقتی که سربازان به ده هم میدرایند از سه طرف به آنها آتش میکشید. هر نفری که سربازان را نمیپراند او را به قتل میرسانیم. دانسته باشید. انا کنون روید. زود جایتان را گیرید. زودتر باشید. روید. زودتر باشید. یلماز چی میگویی؟ سلاح. چاره دیگر ندارم طاهر. بیایید همه‌تان را با اون دنیا میفرستم. به سربازان دام گذاشتند. چی مردن آنها را تماشا کرده میستیم طاهر؟ باید یگان کاری کنیم. من از پس سلاح داران گذاشته کوشش میکنم پیشی راهی سربازان را گیرم. خدا مدد کنه طاهر. با تو هم. بیایید عجلتان رسیده است.
ایسته نزدیک نشوید ایسته دام گذاشتن ایسته پرونت خدایا این چی؟ زینب ایست برفین با دقت باش خدایا کمک کن آنها دشمنانتان هستند. اصلا دشمنانی با شماه آنها همشون فرزندانی ما هستند. شما برادر را با برادر جنگ میاندازید بیناموس ها راست شما بیشرفان شما بی ایمان ها شما بی دینان شما از خدا نمیترسید حالا ایستید این رو بین این دفعه کارمون آمد نکرد آخوینها حالا ایستید من با شما چیکار میکنم گوش کن تو ما رو پناه کن اگر من میرم تشکیلات نیز میشود ابله چی مرا پرونم سینون ای حیوان این چخر گپ تو ایستاده میخواهی مرا پروننده اما نگوی ابله قماندان منم هرچی گویم همان میشود بیا با من بیا جان شما شیرین بود از جان منه ابله های ترسو
خدایا صد شکری نامد که براتم رها یافت. دعوای خونی سری بیشاگی ها را خورد. رفته پیشترم را یافته به او خبر میدهم. من هم از اینجا به ده هم میروم. اما که نیاد اگر به ده رفتنی خواهد با دقت باشید. چی بخیر؟ چرا اینطور میکنی؟ سیلادران به ده هجوم کردند، اما با کمک دکتر یابی کلان یک قسمشان را دستگیر کردند، قسم دیگرشان گریختند. در کجا بودنشان معلوم نیست. دکتر یابی کلان گفتی؟ نه خواهد جان، دکتر یابی کلان آقای طاهر. نهاد مرا هم به ده هاتون بر. بیا زودتر روید. زودتر. تشکر قماندان. خداوند از شما سلامت باشید. ما را تنها نگذاشتید. به شما هم تشکر. حیات همه ما را نجات دادی دکتر. خدا از تو راضی باشد. من کاری نکردم. اصلا آنها کمک کردند. اما این طور نمیشود قماندان. باید این ده ما ویزانی خود را داشته باشند. راست میگویی. این مسئله را میبینیم. به همه‌تان تشکر. به شما تشکر آقای قماندان. مبارزه را دوام میدهیم. با آنها ضربه سخت زدیم. زود به خود نمیآیند. رفتیم. خوب شد قماندان. شما مسئله اسیرها و مرده ها رو بینید. اطاعت قماندان. رفتیم. زودتر باشید. چند نفر گریختند. من کمک یابه. برادران. تشکر. از پس کار میشه. تو خوب هستی؟ شکر خوبم. اگر برفین را میدیدم باز بهتر میشدم. برو بیسرم. مادر؟ بیسرم. مادر جان. رها یافتی بیسرم. دوای خونی به آخر رسید. دریا بکو. گوش میکنم دریا. احوالمون وزنین است. ما را تار مار کردن. از شما کمک میخواهیم. شما ما را فهمیدید. از شما کمک میخواهیم. فهمیدیم. شما را فهمیدیم. چی واقع شد؟ بدام افتیدیم. تلفات زیاد است. مردمی ده به ما کمک نکردند. این خیانتی کرده اشان به جواب نمیماند. زودتر به ما کمک فرستید. در کجایید؟ جایتان را گویید. در نزدیک های دهه قرلی. در خرابزار نزدی وادی. کمک میفرستیم. انتظار شوید. نه دکتر، حاضر آدمانمان بیایند. هم تو و هم معلمت را میکشم. هر دویتان را نیست میکنم. به آن دنیا میفرستم. طاهر کجا شد؟ باید تا این وقت برمیگشت. با این احوال به کجا میروی زینب؟ کمی دیگر ایست. انتظار شد. انشالله میآید. مادر جان. دختر طاهر. خدا را شکر. خواهر جان. مادر، مادر جان، من اومدم. بیسر جانکم.
مرا ده. هجوم میکنیم سینو. ابله یک طرف سراسه من نشو. انتظار میشویم. کمی انتظار میشویم. برای چی؟ امروز روز جمعه است. وقتی نماز را انتظار میشویم. همین که مردان دیه به مسجد در آمدن درشان را زنجیر بند میکنیم. انا بدخورد و کلان زن و کودک نگفته همهشان را جزا میدهیم. باز اگر دکتر و معلمه را یابیم عالم گلستان می شود. گیر دخترم. تشکرم. خوش شود. خیر شما به حضور باشید. من در بیرون می شوم. تشکر. یعنی امکم اکم رو جیانی خودشون رو کشتن همین طور. افسوسم این طور زینب. زینب زیر نشو. بین ما و آقای حامد دوای خونی نبوده است، اما ما رو سالهای در روز بهوده عذاب دادند. نهایت حقیقت روی آب آمد. همتان رها یافتید. طاهر بیا پگاه با دیه برگردیم. زینب با بیمارخانه رفتن؟ من در این حالت با بیمارخانه رفتن نمیتوانم. باید پدرم رو یابم. پدرم این خیانت رو فهمیده در چه حال باشند. زینب راو پسرم زنت رو تنها مگذار. احوالش خوب نیست. رافع خوین دوای خونین گفته چه بلاهایی به سرمان آورد. معلوم می شود که قاتل خودش بوده است. مادر جون چرا جیانش را کشته پدرم را گناهکار کرد؟ من از کجا میدانم؟ این را تنها خدا میداند. ای ابله‌های نابکار، شما چی کار کردید؟ حیات مرا سوزاندید. با خدا ما گناهی نداریم. کسی به او کمک کرده است وگرنه گریخته نمیتوانید. بس کن دمت را گیر بی ناموس. او چرا عصبی میشوی رافع؟ خیلی گریخته است. آقی اومد خواهیل نشده است کو. ای زن تو از هیچ چیز خبر نداری. بیهوده گپ نزن. من از اینجا میروم. دیگر علاج نیست. من در اینجا نمیستم. پدر مرا سر ده. تو چی ها میگویی رافع؟ برای چی میروی؟ آقای رافع شما چیکار کردید؟ من چیکار کردم؟ بخیر است رئیس. میگویند که خبری بد زود پخش میشود. نهاد زیرال را گرفته و نزد حامد رفته است. رفتند؟ آقای رافع اگر گفته های ناهی درست باشند وای بر حال شما، وای بر حال شما. نهادی بدبخت چی گفته است آخر؟ او چی را مرا سر میداند؟ دهد. مالل روم. مرا سر دهد بگویم. سر دهد. آقای رافع رافع شهباز خیر تو به ما فهمان چی شده است؟ آخر برای چی این طور رفتار میکند؟ آخر بگه به خدا چیکار گفتنم رو نمیدانم. نهادی چوپان میگوید که پسری امکی حامد بیلال را امکی رافع پرانده کشته است. این طور نگوی دخترم این طور گنده گلی اگر تهمت نشد آقای رافع مگر گرخته میرفت ها؟ ای خودتون یه کنید بلاس بر سری ما دروغ من از کجا دانم باز بر سرت را بس کنید افا جون. آرام شده مادر جون. خاک بر سرت را مادر جون بس کنید افا جون. شد تمام. آرام شده مادر جون. خاک بر سرت مادر جون. تمام. بس کنید افا جون. چی میگوشید؟ برای این زیاد چی تبلیغا میکنیم؟ خدا از شما راضی باشد.
اگر شما نمیشدید فرزندانم پریشان میشدند. چی شده است؟ من چی کار کردم خواهرم؟ تنها یک بیگا در خانه مهمان کردم و خلاص. شما خواطر نشوید. یک جویه میرویم. در اون طرف خش و اقربا زیادن. آنها کمک میکنند. مایلش بسیار خوب. من هم با شما کمک میکنم. باید هر چی زودتر برایید. امروز جمعه است. همین که نماز جمعه را خونیم براه میبریم. خواطر نشوید آقای دکتر. ما رو بخبر نگذارید دخترم. مایلش مادر جان. خواطر نشوید. اگه خدا نگهبانتون خواهرکم. خدا نگهبانتون. به دیلا سلام مرا رسانید. برای مراسم فاتحه‌اش ما را انتظار نشود. میدانید دیلا به شما امانت. فاتحه‌اش را هر وقتی خواهید گذرانید. مایلش یلمز. تو خواطر نشو. خیر. خدا حافظ. بیایید زودتر. آماده مادر جان. بیا رفتیم دخترم. نروید. ینگای گلی نروید. بیایید رفتیم. پدر جان. حمید. پسرم علی، من برگشتم. نکهی بدبختم در کجاست ینگا؟ وقتی فهمید که نهاد و زیال به نزد شما رفتن بر آمده رفت. این چول هستن؟ چی دو چوراتون رو برای چی جمع کردید ها؟ ما میرویم حمید. دیگر طاقتی در اینجا ایستادن رو نداریم. اینطور نمیشود ینگا. شما چی گناه دارید؟ آخر گناهگار حکم است. شما چرا میروید؟ ینگا این خانه از شماست. این حاصل مهنت هممون است. من شما را با هیچ کجا رفتن نمیمانم. نه حمید، نه این کار آسان نیست. ما را ببخشید. کسی نموند پدر. همه‌شون رفتن. کاش اقرام و اکای طاهیر اینجا میشود. از این پس نمیدانم برای طاهر و زینب چطور نگاه کنم پسرم. رفتیم پدر. با نماز جمعه دیر نمونه. رفتیم. کنی بیاید. در را زود مکم کن. گوش کن، باید یگان کس نبراید. اگر کسی براید پرانید. اینها را با آن دنیا میفرستم. خواهنه های بیناموس فکر کردید که انتقامم را نمیگیرم. اوزون زودتر شما در نواداری استید. شما باشد با من بیاید. بیا اوزون بیا.
این صدای چی؟ همه‌شون را برارید، زنها را، کودک‌ها را، همه‌شون را برارید، چون که همه‌شون خیانتکارند. برارید. خاله چی شده دخترم؟ بخیر است؟ سینام با سیلادرون به اینجا میآید. زود از دری پس گریز، در کهدانی که پنهان شو. شما هم بیایید. نه ترس دخترم، به من هیچ چیز نمیشد. بایدش. کنی اوزون دوتر بیاید. به من گوش کنید، همه جا را کابید، نه کودک و نه زن نماند. رفتیم. خوب شده است. کنی اینجا برا در خانه بغیر از تو یگان نفر دیگری هست؟ نه کسی نیست. کنی یاد اینجا یک راه پنهانی است. کنی رفته بین اوزون، مرا در بیرون انتظار شو. همتون جزایتون رو میبینید. کنی راه کردید. رفتیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اوزون چی شد؟ کسی نیست اینو. درایت. کنی گذار. این طرف گذار. این طرف گذار گفتم. گذار. این طرف گذار. آواز نبراره. امروز در این دهه یک روزی خاطرمان می شود. هیچگاه فراموش نمی کنید. هیچگاه. سزای خیانت همین است. آنها را در آنجا محکم کردیم. زن و کودکانشان باشند. قصر می سوزند. قصر می سوزند. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. این داروها رو صبح و شام در یک روز 2 مرتبه نوشید امکی حمید. به شما فایده میرسوند. آرام میشوید. تشکر دخترم، تشکر. زیق نشوید. کی طور زیق نشوم دیلو؟
آخر به دختر و دامادم اینقدر جبر کردم، از ترس من برآمده رفتن. خالای زیلال اومدن. خالای زیلال. دخترم ببین کی ها رو آوردم. آقای طاهر، زینب، دیلا، دکانه جان. چی حال داری دیلا؟ خوبم، شما رو دیده باز بهتر شدم. دیلا دخترم، دلای خونی بین ما و حامد با آخر رسید. ما رها یافتیم. شنیدم خاله جان، مردم دیه همه این رو فهمیدن. بله. پدرم در کجایند؟ چه حال دارند؟ عصبهاشان خیلی خراب شدند. با اون کس درود دادم، حاضر در درونند. زینب، دخترم، با نزدی پدرت نمیروی زینب؟ نمیدونم طاهر. کارهایی در حقمون کردهشون رو فراموش کرده نمیتوانم. احوالشون هم خوب نیست. حتی چیزی گفته نتوانستند. معلوم است که خیلی غمگین شدن. آخر آسان نیست. برای به خود آمدنشون وقت لازم است. دخترم، خوش خبر. برفین و یلمز را یافته. شما چه میگویید خاله جان؟ حالا در کجایند؟ در دهه کرالیاند. از اونجا به شهر میروند. شکر که رها یافتم. اکنون سینان اونها نمییابد. بله، انشاءالله از سینان خلاص میشوند. انشاءالله. گذره گذر گذر به این طرف، به این طرف بزنم گذار گفتم نقمه نکن گذار گذار مادرانی خواهین ها گذار گذار خواهین ها مگر انسان همین قدر برهم می شود؟ و تو چه خیلی انسان هستی؟ برا ببینم برا گفتم اینها رفتیم راه کردید میرویم راه کردید بیران بکن چکار بکنم همه مردان دیه رو در اینجا محکم کردن زنان و کودکان باشن دیه پناه موزه
فقط تنها موندن. آخر آنها چیکار میکنن؟ باید از اینجا برایم. از اینجا راهی برآمد نیست. خدایا این چه احوال است؟ زنان و کودکان را کشته تا درمان باشد. بی‌شرفا! بی‌ناموسا! بی‌شرفا! رفته بچه ها زودتر بارها کمک بده آنها باید بچه ها صبروا على نجينا تدو حالي برچاوين شارناي جدستين لوري 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 كام صبروا على حالی برچاوم شارنای جدستم لوری 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 کام صبرو علا نجینام تدو حالی برچاوم شارنای جدستم لوری 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 کامن صبرو علا نجینام دودو حالی برچاوم شارنای جدستم برفین مادر جان مادر جان خالا برفین در کجاست؟ سینا مادر جان مادر جان مادر جان
ملاله اوجه وحاله شين زواله مگری باغ آقای قماندان، جزای خائنان دهه قرلی را که به ما خیانت کرده بودند به پرگی دادیم. ولی حیاوی کلان را سینم دختر و معلمه را نیست کن. با کمال میل قماندان و جان دیه. اوزان بیا، رفتیم آلدو خیلی زیبا شده است. آفرین. در حقیقت موفقیت خوبی به دست آورده. آفرین. کاری نکردم آقای دکتر. آخرین وظیفه ماست. گشوده شدن مکتب رو باید زود به دهه های همسایه خبر رسانیم. طاهر آلدو این کارو حل میکنه. ما خبر میرسونم معلمه. شما خواطر نشوید. تشکر آلدو. خدا از تو راضی باشد. خدا از شما هم راضی باشد معلمه. ادو با چی میگیم؟ ادو بخیر از خانم کیزبان؟ چی میخواهم؟ بسیار چی میخواهم؟ شنیدم که به دهه همسایه میرسی. اگر نگویی با تو رفتنیم. نه میگویم نمیشود. من باز کارهای زیاد دارم. کارهایم خیلی زیادم. اگر تو با من روی گوشه پریشان میشم. همه کارم میماند. بیا پس کن آقای آلدو. مکتب رو ختم کردی؟ حتی رئیس ناحیه به نظرت اومد؟ نه اون مکتب برای من بسنده نیست خانم قیزبان. بسنده نیست. کدام مکتبی که نباشد همش را میخونم. ببخشید وقتی به شما صحبت کردن ندارم. خیر آلدو ایستو. یعنی همش میخونده؟ به من اهمیت نمیدهد. قیزبونی احمق. در وقتش ارائه در نمیشماریدی. آلدو ایستین آقای آلدو ایستین. آلدو مکتب خیلی زیبا شده است. این خیلی شدنش رو انتظار نبودم. در حقیقت خیلی زیبا شده است و خیلی خوب شد که نام رحمتی رئیس ناحیه رو با اون گذاشتیم. بله. زینب اما تو با این احوالات نه طاهر. حالا یگون چیز مرا به مثل این مکتب صحت کرده نمیتواند و هم دعوای خونین به آخر رسید. اکنون من تماما صحتم. لیکن ما نباید سینان را فراموش کنیم. خودت میدانی که تشکیلات فرمان کشتن ما را داده است زینب. من نمیترسم طاهر. اجل یک است تغییر نمییابد. اگر آمدنی باشد گریخته نمیشود. من آماده‌ام که تا نفس آخرینم وظیفه در نزدم بوده رو اجرا کنم. همه ما یک روز میمیریم. هیچ نباشد آخرتمون رو نجات میدهیم. راست میگویی زینب. پینان شوید سربازان لیوانسینو میبینم اوزان و دهه آبی کلان میروند. اونها در دهه آبی کلان چی کار میکنند؟ کنی به من دوزان دریا گوش میکند. در آبی کلان سربازان پیدا شدند. از آنجا رفتینو در دهه انتخابات است. در نزد صندوق آدمان خودمان را بذار. اینش نفرانه باشند که مردم آنها را دانند. خوب شده از قماندان فهما. دکتر از دست من رهایی نداری. من البته راهی کشتنیت را مییابم. بزرم آهسته آهسته میرویم. رفتیم
با وکیل رئیس ناحیه واخوردیم. همه چیزهای لازمه آماده شدند. نفرانی که محافظ شدن میخواهند میتوانند از همین روز نامنویس شوند. بچه ها به آنها کمک میکنند. آقای دکتر، اگر شما و رئیس به بچه ها کمک کنید در مدت کوتاه همه‌اش را حل میکنید. تشکر قماندان. معلوم است که شما همه وقت در اینجا بودن نمیتوانید. تشکیل نمودن این محافظان برای همه همان خوب میشود. ما باید رویم. برای کمکتان از شما منت داریم. استغفرالله، اینطور نگویید. این ما از شما منت داریم. رفتیم بچه ها. یلماز؟ او برای چی برگشت؟ یلماز چی شد؟ برفین در کجاست؟ برفینم را از من گرفتن. پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.